اگه میتونستیم 100 سال برگردیم به عقب، به نظرتون چه کارهایی میتونستیم انجام بدیم؟ جلوی تولد هیتلر رو میگرفتیم؟ نمیذاشتیم بشر به بمب اتم برسه؟ یا به رضا شاه پهلوی کمک میکردیم که سقوط نکنه؟ گذشته رو تغییر میدادی یا نه؟ سلام، من سعیدم. اینجا کانال پژواک تاریخ. ممنونم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردید. با من همراه باشید. اگه یه ماشین زمان داشتیم و میتونست زمان رو به عقب برگردونه، برگردیم به یه زمانی، اون سال برای شما چه سالی بود؟ کدوم کار انجام میدادی؟ ملاقات چه کسی میرفتی و چه کاری رو انجام نمیدادی؟ میخوایم برگردیم به سال 1925 ببینیم دنیا چه شکلی بود. ابرقدرتاش کیا بودن؟ شوروی تحت انقلاب بولشویکی و کمونیستی بوده و آمریکا بعد از جنگ جهانی اول در حال رشد و شکوفایی اقتصادی بوده. البته اروپا هم بوده. حالا درباره اروپا بیشتر صحبت می‌کنیم. تو این سال اتفاقات مهمی تو دنیا افتاده. هیتلر کتاب نبرد من رو از درون زندان به چاپ رسوند. در آمریکا محاکمه اسکوپس معروف به دادگاه میمون در حال برگزاری بود. خب موضوع چی بود؟ در تابستان داغ 1925 شهری کوچک به نام دیتون در ایالت تنسی آمریکا صحنه یکی از جنجالی ترین محاکمه‌های قرن به نام محاکمه اسکوپس یا همون دادگاه میمون شد. در حالی که طبق قوانین ایالت تنسی آموزش هر نظریه‌ای که با داستان کتاب مقدس درباره آفرینش انسان در تضاد باشه ممنوع بود. آقای ویلیام جنینگز برایان در سال 1925 در دادگاه به عنوان مدافع ممنوعیت یادگیری نظریه تکامل در مدارس عمومی حضور یافت. این پرونده هنوز هم یکی از نمادهای تقابل میان علم و ایمان در تاریخ معاصر به شمار می آید. پیمان لوکارنو در سال 1925 قدرت‌های بزرگ اروپایی در شهر لوکارنوی سوئیس گرد هم آمدند که شامل آلمان، بریتانیا و فرانسه بود. یک پیمانی که قرار بود صلح باشه ولی در نهایت نطفه عطفی بود در جنگ جهانی دوم. اما یه مشکل کوچیک، آلمان درباره مرزهای شرقی خودش مثل لهستان و چکسلواکی هیچ چی نگفته بود. انگار قرار اونجا یه روزی اتفاق جالب بیفته. بله، پیمان لوکارنو بیشتر شبیه چسب زخم خوشگل بود که برای زخمی که خیلی عمیق‌تر از اون بود. یه لبخند دیپلماتیک قبل از یک طوفان بعدی. تو آمریکا کشتی هوایی شندوا سقوط کرد. در دهه 1920 وقتی آسمان هنوز ناشناخته و پر از رویا بود، نیروی دریایی آمریکا با غرور اولین کشتی هوایی خودش رو رونمایی کرد. کشتی هوایی شناندوا. کشتی هوایی شناندوا نماد تکنولوژی، شکوه و بلندپروازی انسان بود. شناندوا سقوط کرد اما یادآور دورانی شد که انسان رویای پرواز در آسمان را تا مرزهای خطر تجربه کرد. کشف مقبره توتانخامون در دره پادشاهان توسط هاوارد کارتر. و در این سال جهان شاهد اختراع اولین تلویزیون مکانیکی توسط جان لوگیبرد، مخترع انگلیسی اسکاتلندی بود. شاید بشه گفت مهمترین اتفاقی که در این سال برای ما ایرانیان افتاد سقوط سلسله قاجار بوده که با کودتای رضاخان میرپنج ملقب به سردارسپر در سال 1304 شمسی به پایان رسید. خیلی ها میگن رضا شاه دیکتاتور بوده. بیژن اشتری نویسنده و مترجم که تازگی هم درگذشته در یادداشتی درباره رضا شاه به نکات مهم اشاره کرده. بیژن اشتری میگه رضا شاه رو باید در ظرف زمانی خودش دیده شود، نه با استانداردهای امروزی. اشتری میگه در دنیایی که هیتلر، موسولینی، استالین و فرانکو حکومت‌های خونریز داشتند، رضا شاه در قیاس بسیار دموکرات‌تر بوده و مرتکب نسل‌کشی یا قتل عام بزرگ نشده. اشتری تاکید داره که رضا شاه نه اردوگاه مرگ تأسیس کرد، نه با انبوه قربانیان، بلکه در میان تمامی شاهان ایران و هم دیکتاتورهای همعصرش کمترین قتل سیاسی رو داشت. به نظر شما رضاخان سردارسپر یا رضا شاه پهلوی دیکتاتور بوده یا نه؟ میگن رضا شاه مجلس و مشروطیت رو در ایران به باد داده
میخوایم ببینیم آیا تو اون سال دورانی که رضا شاه پهلوی سلسله قاجاری رو رسما پایان داد، آیا این یک تصمیم درستی بوده یا نه؟ اگر سلسله قاجاری پایان نمی‌یافت و رضاخان سردارسپه به عنوان وزیر جنگ یا رئیس الوزراء کار خودش ادامه میداده، برای ایران بهتر بوده یا بدتر؟ ایران به چه سمت و سو و سرنوشتی میرفته و ببینیم نظام‌های کشورهای دنیا اون دوره یا زمان با چه سیستمی اداره می‌شدن و حکومت‌های سیاسی کشورهای خاورمیانه چی بوده. در 9 آبان 1304 سالروز از انقراض سلسله قاجاری و آغاز سلطنت پهلوی رضاشاه در ایران است. از 85 نماینده حاضر در مجلس شورای ملی تنها 5 نفر به لایحه خلع قاجار و انتقال اداره موقت کشور به آقای رضاخان سردارسپه رأی مخالف دادند و البته هر 5 نفر در زمره شاخص‌ترین نمایندگان بودند. علت مخالفت دکتر محمد مصدق با لایحه انقراض سلطنت قاجار و خلع احمدشاه، خب استدلال دکتر محمد مصدق این بوده که اگر رضاخان شاه شود، چون در نظام مشروطه شاه مسئولیت ندارد، دیگر نمیتواند به خدماتی که تا آن وقت میکرده ادامه دهد، کشور را اداره کند. چرا؟ چون در نظام مشروطه شاه تقریبا میشه گفت یک نماد سمبولیکه. اگر هم بخواد اداره کشور حکومت رو به دست بگیره، به معنای بازگشت به دوران استبداد و ضد مشروطیت خواهد بود که این داستان همون قضیه‌ای که میگن که مشروطیت رو بپاد. در نطقی میگوید اگر شما میخواهید رئیس الوزراء شاه بشوید با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به ملک و مملکت است، برای اینکه یک شخص محترم به یک موجود مؤثر که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده است و این در این صورت را امروز به مملکت داده است، برود بی اثر شود. هیچ معلوم نیست که به جای ایشان که می آید. حسین علا که از سال 1306 تا سال 1328 به عنوان سفیر ایران در 3 کشور فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده خدمت می‌کرد. حسن تقی‌زاده که از رهبران جنبش مشروطه‌خواهی ایران بوده و در دورانی رئیس مجلس سنای ایران بود. سید حسن مدرس نماینده مردم تهران در دوره‌های دوم تا ششم مجلس شورای ملی، سیاستمدار فقیه و مجتهد شیعه بود. و سید یحیی دولت‌آبادی. در این مجموعه برنامه‌ها با هم به سراغ بخش‌های تاریک و ناگفته از تاریخ ایران و جهان می‌رویم. صفحاتی که شاید در کتاب‌ها کمتر درباره‌شان نوشته شده یا اما تأثیری ژرف بر سرنوشت ملت‌ها داشتند. خواهیم دید که چگونه مرگ یک سیاستمدار در قلب آلمان، گوستاو اشترزمان، می‌تواند دومینووار مسیر تاریخ را تغییر دهد، آنچنان که پیامدهایش هزاران کیلومتر دورتر دامن ملتی با تمدنی چند هزار ساله را می‌گیرد و چگونه تنها با یک امضا بر پای فرمانی بیرونی از سرزمین ایران تا لبه قحطی، گرسنگی و نابودی کشیده می شود. فرمانی که نه تنها گندم را از دهان مردم این خاک گرفت، بلکه نیمی از جمعیت کشور، مردان و زنان و کودکان را به کام مرگ یا فقر کشاند. و در آخر ما قضاوت را به عهده شما می‌گذاریم. با ما همراه باشید. خب دوستان، سریال دارک ساخته شرکت نتفلیکس یک اثر معمایی در سبک علمی تخیلی و سفر در زمانه. دوستان اگه به سریال‌های درباره سفر به زمان و فضای تاریک علاقه دارید، این سریال رو از دست ندید. در فصل 1 این سریال یه شخصیت به اسم استرنجر یه دیالوگی میگه که خیلی جنبه‌های فلسفی و عمیقی داره. این دیالوگ میگه ما در کاری که میکنیم آزاد نیستیم، چون در خواسته هامون آزاد نیستیم. نمیتونیم از چیزی که در درونمون فرار کنیم. اون همیشه با ماست، مثل یه سایه که حتی نور هم نمیتونه از ما جداش کنه. برای اینکه درک کنیم مفهوم این جمله چیه، از هوش مصنوعی خواستم بهم توضیح بده. ما آزاد به نظر می‌رسیم در انتخاب کارهایی که انجام میدیم، اما در واقع اون انتخاب‌ها ریشه در خواسته-ها و تمایلاتی دارن که خودمون اونها رو نساختیم. این خواسته-ها از تجربیات ما میان، تربیت، ژنتیک، از ترس‌ها و آرزوها، از ناخودآگاهمون. و به همین دلیل هر چقدر که فکر کنیم تصمیم‌ها اون رو آزادانه گرفتیم، اما این تصمیم‌ها تابع نیروهای درونی هستند که ما هیچ کنترلی بر اونها نداریم.